السلام علیکم دوستای نازنین و قوما، تمام دوستایی که ما را میبینه و بیننده هستن از هر جایی، از هر کشوری، از هر سرزمینی. انشالله که جور و صحتمند باشین، سلامت باشین. امروز برنامه ایه که کار معرفی کنم. خیلی کسات در لایف و چیزا کم ماده بود، مثلا گفت که کار تو چیه، دمی چیزای خوب. در بعضی ویلاکا گفتیم که دوستا خیلی خسته ایم، خیلی خسته شدیم، ببینیم که چیز کجا برم کجا نرم، چه رقمیه. کار از من رقمیه که بسیار انتی خسته کننده یا دوستاشم مثلا مدمی کارا که اصلا مشغولیم دیگه، اینمی دور برار میگردیم کلی همکارای. به خاطر از اینکه الان همکارانی ما اینجا گلاک گرفتم که اونا نمیتونن ممنوع تصویرن. بعض دوستا اینیه که ما برای خانما بسیار یک کار چیز مونیم که خیاطی مونیم. دوستای نازنین، یک چیز فعالیت برای خانمای ما، مخصوص برای خانمای. کلا اینجا لباس زنانه دوخته میشه دیگه، لباس طراحیش هم اینجا میشه دیگه، خرید فروش هم اینجا میشه، مثلا طریق آنلاین. کلا همینجا چیز مونیم. در هر کشوری که باشین، در هر جایی که باشین، چه در ایران باشین، افغانستان باشین، عراق باشین، عربستان باشین، کشورهای دیگه باشین، بلده شما سفارش کنین، بلده شما رایی میشه دیگه. کار از مو اینمیه دیگه. در کل مدیریت چی دیگه تقریبا همینجا میشه. بس همه چیز که هست، کل بریش و طراحی و دیگه خریدای آنلاین چی کلا از همینجا شروع میشه و در اینجا مثلا چیز میشه فرستاده میشه، باز مورد انبار. مثلا مو چیز سفارش هایی که از اینجا بگیره، باز مورد انبار، از انبار باز مورد پیش شما میرسه. دیگه دوستا همه که خیلی کارهای خیلی خوبه، کارهای برنده. ما دیگه در اینجا اینی چه رقم از پارچه و از همه چیزا بلده شما مثلا چیز مونیم که پارچه ضد حساسیت باشه. مثلا خانم‌ها کسی بسیار جونش حساسه، حساسیت نکنه، مثلا چیز نکنه دیگه. خیلی چیزای ظریف و خوب بلدشه آماده تهیه مونیم که روزها و ماها یعنی در روی از کار میشه. کلی همین دوستای چیزایی که اینجا کار مونه برای از این کار مونیم که کسی ناراضی نباشه، یعنی راضی باشه از هر لحاظی که باشه، از لحاظ گرمایشی، سردی، از مثلا نخی بودن چی، از لیلونی چی، از همه چیزایشی که کسی آزار اذیت نشه. به این دلیل اینجا روزها کار میشه رویشه که یک کاری یک خوب در خانما تحویل بدیم که راضی باشه، یعنی یک چیزایی هسته که واقعا فوق العاده. دوستای عزیز دیگه الان که تازه میخوایم که بریم دیگه، اینجا دوستایی که مثلا کارمون رو میبینین دیگه، اینمی جای و اینمی مکان از مون که مثلا در هفته ما چند بار اینجا کار مونیم و بسیار خسته کننده. خستگی از مو از این قراره، یعنی ما در جریانشتیم که شما را گفته بودیم که ما بعضی وقتایی که میگم خیلی خسته ایم، دوستا خیلی خسته شدیم، خیلی چیز هستم. این دلیله، باز دلیل خاصی نداره. بعضیا در لایف هم آمدن، بعضیا زنگ زدن پیام دادن که بچه خسته ای، چرا خستگیت از چیه؟ واقعا اینال شما بگین که خسته هستم یا نه، خستگی داره نداره، چه رقمیه دیگه. اینمی رقم دوستا که واقعا آدم در این کار، ما خیلی در خانما برای جامعه چیزی هستیم، خیلی مثلا خدمت مونیم و چیز مونیم دیگه. امیدوارم که خانما راضی باشن و خوش باشن و خوش بگذره بلدشن، لباسای قشنگ بپوشن، شیک کنن و بگردن، واقعا کیف کنن. خب بیننده ها، اینی خستگی کار و اینی مشکلات و اینی اثر کار اینال خلاص شدیم. اینال امانیم که یک نان بخوریم. با اجازه شما بفرمایید نان کارگری دیگه. خلاصه هر چیزی که هست کم از زیاده دیگه. این رقمی دوست شما کارم وقت کار ندیگه، یک وقتی که نان مخوره نان کارگری این میز زیاد نموشه. بفرمایید. خب ندیگه. آفرین. بسم الله الرحمن. به به، بسیار عالیه. ولی گلوم خشک اصلا تر نمیشه. چایی که باشه در بالیزی بسیار میچسبه. خب دوستای عزیز، اینیم که بعد خستگی و تعطیلی دیگه که در آخر کار که آدم تعطیل میشه، خسته میشه، میخوای چی کار کنیم؟ یک چای که بخوری بسیار یک خوشمزه و عالی میشه. میگه وقتی چای بخورید در آدم راست میشه دیگه. خودم شما مفهمید دیگه شده.
اینی هم از اتاق کوچکی که دم راست کنیم و چای بخوریم و خستگی در کنیم. اینی هم از این. خب دوستای عزیز، دیگه اینی بخیر وقت رفتنم دیگه. ما میریم و چیز بسته شد و دیگه با اجازه کلتون خدا نگهدار، خدا نگهدار، خدا حافظ. کلتون هر جایی باشین جور باشین. دیگه اینی هم از ولاک کار بود که برای شما گفتم که اینی از سر کار. دیگه اینی هم کل چیزا بلدشم توضیح دادم از اول تا آخر. دیگه باز چیزایی که منده باز کارها و چیزا رو بلدشم نشون میدم که بفهمین که کار چقدر زحمت داره، چقدر خستگی داره. ولی خانم ماشاءالله دنیا آخرین چیزی که راحت میباشه و میندازه دور. این دیگه بلدش خب مهم نیسته. انشاءالله که هرجایی باشین جور سلامت باشین. ما خدمتگارتون هستیم دیگه. هرچی که شما اگر سر ما امر کنید ما به درستی انجام وظیفه است. تشکر از شما که ما رو بیننده هستین و ما رو میبینین و تا آخرین لحظه ما رو تحمل میکنین. خدا نگهدار. روز روزگار خوش. هر جایی باشین سلامت باشین.